نومیدی وقتی مؤثر و مفیده که نومیدی واقعی باشه، یعنی اون امیدهای کاذب باطل بشه. وقتی امید کاذب توی جامعه وجود داره، تغییر هم اندکه، خصوصا امید به چیزی که نه در اختیار من شهرونده بلکه در انتظار اتفاقی است که به دست دیگرانه. مثلا اینکه یه قدرت خارجی یه کاری بکنه، یه عده مردم بلند شن یه کاری بکنن، نمیدونم خود حکومت تصمیم بگیره یه کاری بکنه. وقتی من این امید رو در دیگری و در حرکت دیگری میبینم، جامعه کماکان قدم میزنه و منتظره. این وضعیتی است که ما در این سالها داشتیم. یعنی در عین حال که جامعه ناراضی است، این ناراضی گسترده است و ضمناً شدیده، در همه حوزه‌های زندگی راه داره و سالهای زیادی رو هم دیگه تلمبار شده و ستبر و ضخیم شده. در چنین شرایطی آدم فکر میکنه که خب این جامعه اگر دست بشوره از هر امیدی، اون وقت میره از طریق این ناامید شدن مطلق امید رو خلق میکنه با حرکت خودش. وقتی ما در چنین وضعیتی قرار گرفتیم، معلومه که جامعه هنوز به چیزهای امید داره، چیزهایی که البته در دست خودش نیست، در دست دیگرانه. بنابراین انگار عاملیت رو از خودش سلب کرده و منتظره که اتفاقاتی در بیرون رقم بخوره. این وضعیت ناامیدی یک نوع، یا امید کاذب به تعبیر دیگری، یک وضعیت استیصال هم درست کرده، یک نوع وضعیت بیچاره بودن. اینکه ما چاره دیگری نداریم جز اینکه صبر کنیم، منتظر باشیم و ببینیم که چه اتفاقی در آینده میفته.